گفتن که 2 تا انگلیسی ماشینشون خراب شده بود تو جاده، اومدن یه شتربانی رو صدا کردن که جیبشون خراب شده بود، سوار شتر بشن و با اون برن. یکیشون عربی بلد بود، این 2 تا انگلیسی یکیشون بلد نبود. این شتر سوارم از خواب بیدارش کرده بودن و نگاه کرد 2 تا فرنگی هم هستن و سوارشون کردن، پولی بهش دادن ولی تو راه ناسزا میگفت که خدا نمیدونم چنینشون کنه نمیدونم فلان. اونی که بلد بود هی ترجمه میکرد برای اون دوست دیگه‌اش، میگفت الان فلان ناسزا رو داد. گفتش که نگفت که ما رو قاهره، چون خواستم برن قاهره. گفت نگفت که ما رو قاهره نمیبره. گفت نگفت از کار نباشه. باز 2 مرتبه گفت الان یه چیز خیلی بدتری گفتیم. گفت ولی نگفت که ما رو قاهره نمیبره. گفت نه قاهره میبره. گفت کار نداره، شما بریم قاهره، ما چیکار داریم؟ چی داره میگه اصلا؟ آدم که یه جایی میخواد بره به این چیزا کار نداره که مثلا کیک باره من اگر ببینم چه نمیکنه، اصلا فرصت ندارم این چیزا فکر بکنه. شما همتتون رو بلند کنید، بگید من میخوام کسی بشم تو دنیا، من به جای بلندی برسم. همون لحظه که این همت رو کردی اصلا چهرت فرق میکنه، آدم اصلا نشستنش فرق میکنه، راه رفتنش فرق میکنه، حرف زدنش فرق میکنه. نگاه که بکنید تو چهرهش همت بلند رو میبینی.